بعد با این خانم که ازدواج کرد، اولین سلیبریتی که در تاریخ جمهوری اسلامی میتونه بره کانادا بچه‌شو به دنیا بیاره. همون 20 سال پیش که ازدواج میکنه فوراً دست این دختر جوون خواهر عروس خودش که در حقیقت خواهر زن پسر خودشو میگیره میبره ونکوور کانادا. تو ونکوور کانادا بچه دار میشه که یعنی پسرش بزرگ شده 20 سالشه. رایان شجریان. یعنی اون موقع که مد نبود کسی بچه‌شو تو کانادا بده، استاد مردمی، خیلی مردمیه، ته مردمیه، این مردم رفت تو بیمارستانه ایران بچه‌شو به دنیا آورد. نه مردم ایران که استاد نباید شأنشون بیاد پایین که این مردم ایران بچه دار شن. استاد پایه‌گذار به دنیا آوردن بچه تو کانادا در بین سلیبریتی های ما بوده. آره، کثافتکاری که پول مملکت رو ببری تو کانادا با اون سیستم پزشکی مزخرف ونکوور، که حالا که ما ونکوور که دیگه بیمارستان بزرگش که توی لانزل ونکوور، همین چی بگم، ونکوور داریم زندگی میکنیم. من تبعیدیم، من نه از آخر میتونم بخورم نه از توبره. من الان 10 سال بیرون از کشور خودمم، برعکس همه اینایی که به من فوش میدن نمیتونم برم و بیام. یارو توی اروپا توی کانادا منو میبینه میگه مزدور جمهوری اسلامی، بعد میگم خب بیا بغل هم با هم بگین، میگه نه من میرم ایران میام. والا ما مزدور جمهوری اسلامی ولی شما دارید میرید میایید. من 10 سال کشور خودم نتونستم برم، نه از آخر میخورم نه از توبره. و ایشون پول مملکت رو، یعنی پایه‌گذار این بیعت زشت و زننده به دنیا آوردن بچه در خارج از کشور آقای شجریان 20 سال پیش رایان میاره. آقای شجریان همچنین در کنار اینکه پایه‌گذار این بیعت زشت به دنیا آوردن بچه در خارج از کشوره، آقای شجریان پایه‌گذار بیعت زننده تر به عنوان آقازادگی است. همایونش که با جناقش باشه، پسرش باشه، بنابر گفته خیلی از کسانی که کار هنری میکنن میگن اصلا این پسر صدا نداره. اینو من نمیدونم. حالا الان صحبت یکی از همکارای آقای شجریان و یک سری از خواننده‌ها که خودش هم خواننده است براتون پخش میکنم، امروز باهاش مصاحبه کردم. همایونه که آورد تو موسیقی کرد رئیس همه چی، دختراشو آورد تو موسیقی، الان پسر کوچیکش رایان هم داره میاره تو موسیقی. الان اخبار رایان شجریان رو برید بخونید، داره وارد موسیقی میشه. ته آقازادگیه. بعد این پوفیوز میاد به مسئولین جمهوری اسلامی میگه آقا آقازادگی زشته، این حکومت داره مسیر اشتباه. میره با بی بی سی صحبت میکنه میگه آره اینجا بانبازی آقازادگی دارن. آقا تو یه دونه موسیقی دستت، تمام آقازادگی تو اونجا پیاده کردی، تمام آقازادگی تو پیاده کردی که 10 دقیقه من با یکی از همکارای خود امروز صحبت کردم، پخش میکنم بفهمید. در مورد شجریان که حالا این عکساشه، عکسای عاشقونه و اینا که بابا اینجا استاد هستن با خانومشون. بله، کاری که هر مردی میکنه. یعنی این نمیتونه، من نمیگم این کاری که نباید میکرده یا بکنه، من میگم چنین مردی نمیتونه مردم دار باشه. تمام همکاراشو که زیرابشون رو زده در روزنامه بامداد حزب توده، گفته آره اینا رو حواستون باشه فضای موسیقی طاغوتی نشه. همه رقیباش اینجوری از میدون به در میکنه، یک تاز موسیقی میشه. در دوران خفقان رفسنجانی همه کنسرتاش در تمام این 40 سال آقای شجریان نیاز به مجوز نداشته. در تمام این 40 سال یک بار ترانه هاشون و شعراش به ممیزی وزارت ارشاد نرسیده که حتی یک خط از شعراشون سانسور بشه، برعکس دیگر خوانندگان. عزیزانی که خواننده میدونن بیان بگن، خیلی هاشون میدونن، اونایی که تو ایران کار کردن. همیشه قور زده، خدا نکنه یک مثلا کنسرتش خوب فروش نره بشه چی بشه، قورش هم به حکومت زده. هم قور به حکومت میزنه، هم هیچ وقت سانسور نمیشه. این چه داستانیه؟ بعدم میاد خارج با همه رسانه‌های ضد ایرانی، نمیگم ضد جمهوری اسلامی، ضد انقلاب، ضد ایرانی، از بی بی سی بگی تا رادیو فردا و غیره. تنها جایی که وقت نکرد اونم ایران اینترنشنال سعودی زاده بود، اونم به خاطر اینکه ایران اینترنشنال تازه درست شده و ایشون دیگه خیلی بیماره. و تنها جایی که تا الان تنها تپه سالمی که نگه داشته ایران اینترنشنال نرفته. بعدم میره ایران با بی بی سی مصاحبه میکنه، میره ایران، میاد هر کاری دلش میخواد میکنه، یک بار هم از سوی حکومت محدود نمیشه. اونجا هم که صدا سیما صداشو پخش نمیکنه به خاطر پرروبازی خودشه، میگه آقا ایران ای سرای امید رو پخش نکن، صدا سیما هم لج میکنه، میگه باشه رب بناتم پخش نمیکنم.